حين ولدت أعطيتني قلبا صغيرا خاليا ملأته حبا لك حبا نقيا صافيا. حين ولدت أعطيتني قلبا صغيرا خاليا ملأته حبا لك حبا نقيا صافيا. برادر عزیزمون عثمان پشت خط هستن. باشه، من میخواستم کلیپ دیگری پخش بکنم، اما برادر عزیز و گرامی عثمان، حیاکم الله. سلام الله علیکم، تقبل الله منا و منکم. عید شما مبارک برادر عزیز عثمان. حال شما خوب؟ سلامت باشید، بارک الله فیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام الله علیکم. علیکم السلام. تبریک و تهنیت عرض میکنم. عید سعید فطر رو به شما و خانواده های محترمتون، کادر شبکه، بینندگان عزیز و امت اسلامی. امیدوارم که انشاءالله از روزداران سال آینده باشید انشاءالله. تقبل الله منا و منکم. آمین آمین، جزاکم الله خیر. جناب انصاری عزیز، صحبت های شما کاملا کافی و شافی، اصلا هیچ جای تعلیقی نذاشتی که الحمدلله به ذرس قاطع جواب این روافض رو دادیم. من به عنوان یک به اصطلاح یک شیعه سنی شده یک سوالی از شیعه داشتم. وقتی که به اصطلاح رسالت پیامبر عظیم الشأن 23 سال مهنت و مشقت و ایشون برتابیدن و حدود 25 سال خلفای راشدین این سنت صادق نبوی رو پیریزی کردن. این تقریبا نصف قرن میشه، حدودا 50 سال. بعد امت اسلامی حدود 950 سال این شیوه پیامبر رو به پیش بردن، رسید تا جایی که روافض منکوب سببی تأسیس شدن. من یک سوال از شیعه میکنم، به چه حقی، به چه استنادی، به چه منطقی 400 سال پیش تأسیس بشید و بیایید و بر امت واحده اسلامی خورده بگیرید که شما مرتد شدید، اسلام رو بلد نیستید و خودتون هم توش موندید، نه عربی رو درست تلفظ میکنید و نه حتی به اصطلاح میتونید قرآن رو درست قرائت کنید. و اما محمد الحریفی دوست گرامی اینجا سایتش فیلتره، فقط برای شما میتونید ببینید. عثمان خمیس سایتش فیلتره. اگر شما چهره ایشون رو نگاه بکنید، ایشون در رفتنگاه موش در ریششون حدود 2 سانت خالی دارن که اون تصویر مشخصه که ریش پرپشت داره و مشخصه. اصلا کسایی که محمد الحریفی رو خیلی ملاقات میکنن حالا از لحاظ اینترنت یا تصاویر تلویزیونی میدونن که این فتوشاپ شده. اصل مطلب در نزد اهل سنت هست و شما به هیچ عنوان نمیتونید اهل سنت رو به اصطلاح چیز کنید که به اصطلاح کنید، چون اصل مطلب رو خودشون دارن. حالا چرا خود سنی ها نمیان بر علیه شما فتوشاپ درست کنن؟ چرا؟ چون اصلا وقت این رو ندارن و این رو یک کار زشت و نازیبا میدونن. چندی پیش هم جناب دکتر الحریفی رو که در آلمان یک جلسه‌ای داشتن و میخواستن اعجاز قرآن رو نشون بدن، یک سری کلمات عربی مشابه با قرآن رو برای چند تا از آلمان ها خوندن و یک سری قواعد به اصطلاح آیات قرآن رو خوندن. میخواست اعجاز قرآن رو نشون بده و اینها اومدن باز با همین شیوه های فتوشاپی محمد الحریفی رو نشان دادن که چون این بند خدا یک عمل جراحی گردن هم داشتن، میگفتن ببین قرآن رو داره مسخره میکنه، خداوندم به این مرض مبتلاش کرد. این دسیسه های این روافض هست. برادر گرامی، من حقیقتش به قول فرمایش جناب عالی ما در ماه مبارک رمضان این شیاطین جن و انس رو به قول زنجیر میبندیم، لکن باز هم کوتاهی چیز نکردن و بر علیه حضرت عمر الفاروق مسابقه پیامکی ترتیب دادن که من واقعا جگرم کباب شد. میخواستم در این برنامه وزین شما اولا در راستای
به اصطلاح دفاع از حضرت عمر فاروق مطلبی رو نوشتم، اون رو انشالله قرائت خواهم کرد و بعد از اون انشالله تحلیل ماه رو صحبت خواهم کرد که چرا سال به سال این عیدشون پس و پیش میشه. انشالله که بتونید در این اواخر برنامه به من فرصت بدید. حیاکم الله، بفرمایید، در خدمت شما هستیم برادر عزیز. بله. بسم الله الرحمن الرحیم. از کوزه همان تراوت که دروست سالهاست و از کوزه سوراخ عقلتان شرشر ریا و تلبیس دروغ و تدلیس کلک و حقه و نیرنگ میریزد، لکن به فضل تقیه این خط تولید کذب و پنهانکاری همیشه خود را آهویی بری و مظلوم نشان میدهید. سالهاست و ناجوان مردانه شعار هفته وحدت سر میدهید. فکر میکنید با این چخانها میتوانید الله متعال را گول بزنید؟ بی حرمتی و گستاخیتان نسبت به اهل سنت روز به روز تکاثر می‌یابد، لیکن از احوال خود غافلید. می‌خواهید بگویم دادستان سابق دادگاه کرج که در نهایت لاشرفیت کرسی وزین دادرسی را نجس کرد الان کجاست؟ می‌خواهید از ویرانه صحبت کنم که شاهرودی رئیس سابق قوه قضاییه سیستم قضا و قضاوت ننگینتان را ویرانه نکبتبار خواند. می‌خواهید از قضاوت قاضی برایتان حرف بزنم که سرعت 300 کیلومتر در ساعت را برای ماشین پراید جایز نمی‌داند و وقتی با اعتراض راننده مواجه می‌شود که جناب قاضی ماشین پراید نمی‌تواند 300 کیلومتر در ساعت برود. بعد هم خشمگینی قاضی جاهل و بیسواد و زندانی کردن راننده بد اقبال و سردرگمی خانواده‌ای که تنها درآمدشان همین ماشین زرده است. این است قضاوت عدل علی؟ این است داوری و دادگستری مزعوم شما؟ می‌خواهید از محاکمه 10 دقیقه‌ای و بدون هیئت منصفه و بدون وکیل، آن هم پشت درهای بسته جوانانی صحبت کنم که تنها گناهشان قول لا اله الا الله است؟ می‌خواهید از محاکمه صحرایی قوم‌های بلوچ و کرد و عرب و قتل عام آنها به خاطر اینکه مذهب منکوبتان را بر نمیتابند صحبت کنم؟ می‌خواهید از رشوه‌های میلیاردی و اخاذی قضات ناشریف دادگاه‌هایتان و به ثمن بخس تبدیل حق به ناحق سخن بگویم؟ می‌خواهید از صیانت قضایی آقازاده‌های پدر نامشخص حرف بزنم؟ با کمال بیشرمی می‌خواهید عادلترین و منصفترین قاضی تاریخ را لکه بچسبانید؟ آخر شما چه می‌دانید که فاروق چیست؟ چه می‌دانید که عمر کیست؟ فاروقی که این صفت فرق بین حق و باطل را از طرف پیامبر جلیل الشأن با تلألؤ و تنور بر تارک جبین خود دارد. این جواب دست در نکن عمر است که شما را از شر مجوسیت و گرد آمدن به دور شراره‌های جهنمی و پرش و پرستش آتش رهانید. قاضی خبیر و عادل و دادگستری که تا حالا هیچ دادگاهی به خود ندیده، آه ای ابا حفص، آه ای عمر، ای کاش 100 تکه می شدم، باز هم 100 تکه هم می کردن، فقط جانی ذره می گرفتم، با رمقی نیمه غرورآلود و با افتخار مردانگی و شهامت و لیاقت فاروق اعظم را جار می زدم. ای به فدای چشمانت که بر ریب از احوال الناس لحظه آرام نخفتند، ای به فدای احسانت که حتی پیامبر را بر اسلام آوردنت خوشحال نمود. عمرا، فاروقا، شرکت مخابراتیشان بر مست شخصیتت مسابقه پیامکی میگذارد. پس چه شد شعار هفته وحدت، شعار دروغی، یهو سر از مسابقه توهین درآورد؟ حتی تقیه نتوانست حقیقت خوناشام سرشتتان را کتمان کند. این شرکت همان مجموعه باطلی است که اذعان می‌دارد فروش شارژ پولی در شب‌های عشرتکده عاشورایی خوشحالش می‌کند. این شرکت ننگین حتی نامش را دزدیده. شرکت MTN همان شرکت آسیاسل است که این شرکت حرامی نامش را دزدیده و با تغییر نام سل و سرطانیش در حومه کشور نااسلامیشان آنتن دهی می‌شود. نامی دزدی بر شرکتی جعلی. اینها حتی به خودشان، به همکیشان و هم مذهبانشان رحم نمی کنند. اینها همان فرقه 70 شاخه‌ای هستند که تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتا،
طایفه‌گری مشهود در میان شماست، چرا که شما کم کمانید و طایفه‌گر و اهل سنت امت واحده اسلامی هستند. فاروق با ذکاوت با فراست که این همه خدمات سرشار دارد، پلها و راهها احداث می کند، انبار ذخیره اسلحه برای حراست مرزهای اسلامی تأسیس می کند، به ایتام و ارامل سرکشی می کند، بچه های آنها را با خود به بازار می برد و برایشان خرید می کند، کجراه رفتن به نیت خضوع و خشوع را بر نمی تابد، قضاوت و داوری به عدل می کند، حتی پارتی بازی بر پسرش را بر نمی تابد، زمین های غیر منفعت دار برای امت اسلامی را احیا می کند و و و و آیا نمی توانست برای حراست خودش در هنگام نماز با دیوارهای فراوانی بگمارد تا مجوسی شما با طمأنینه نیاید و خنجر کین ننهد؟ چرا؟ می توانست، خوب هم می توانست، لکن فاروق اعظم ثروت امت اسلامی و بیت المال مسلمین را برای حفاظت خودش ناجایز و ناخدایی می داند. فاروق اعظم امر کارش را به رب العالمین واگذار کرده و الله متعال را یگانه منجی و حافظ می داند و هر آن که اجلش فرا رسد اذا جاء اجلهم فلا یستأخرون ساعه ولا یستقدمون. این کلام الله با خون عمر عجین است، لذا نماز را بی محافظ می خواند. حالا فیگور ترور فاروق عزیزمان به دست مجوسیتان را بگیرید و برایش بارگاه بسازید و حضرتش بخوانید، اما واقعیت چیز دیگر است. واقعیت این است که عمر است و جایگاهی کمتر از قصر متبلور بهشتی که پیامبر نویدش را داده را ندارد. عمر را همین بس است که آیات قرآن موافق سیرت و روش و منش فوق انسانیش نازل می شدند. عمر را همین بس است که جناب رسول مکرم اسلام داماد اوست. قضاوت را عمر معنا دهد، نجابت را عمر همسر می دهد. کور دلان رافضی در جنت الفردوس عمر تکیه بر ارائک می دهد. و اما رمضان آمد و رمضان تمام شد، اما شیعه دگرگون نشد. نه پندی میگیرند، نه راه راستی طی میکنند و نه تقید و پایبندی و ثبات نسبت به قوانین رب العالمین دارند. یکی از شاخصه های مشخص نبودن شب قدر این است که انسان کل ماه را شب زنده‌داری می کند، قرآن می خواند، استغفار می کند، به پیشگاه الله متعال خاضعانه و با عبودیت تمام کرنش می نماید. بدین معنا که بالاخره یکی از این شبهای این ماه مبارک شب قدر است و انسان با اعتکاف و شب زنده‌داری در کل شبهای این ماه میمون خواه ناخواه شب قدر را قدر می نهد. اما تعجب آور چرا اینکه شیعیان شب ضربت خوردن علی رضی الله عنه یا شب شهادتش را شب قدر می دانند. یعنی یکی از شبهای 19 تا 21 رمضان از دید این حضرات شب قدر است. پس تکلیف این آیه شریفه چه می شود که می فرماید و ما ادراک ما لیلة القدر، یعنی و تو چه می دانی که شب قدر چه شبی است؟ پس شما چطور تشخیص دادید که شب قدر شب ضربت خوردن حضرت علی است؟ وانگهی آنجا که می فرماید لیلة القدر خیر من الف شهر، یعنی شب قدر از هزاران ماه بهتر است. آیا ضربت خوردن حضرت علی آنقدر موجب خوشنودی رب العالمین شده که شب قدر را شب ضربت خوردن حضرت علی می دانید؟ آیا می توان گفت که شب ترور حضرت علی رضی الله عنه از هزاران ماه عبادت بهتر است؟ در بعضی سررسیدها شب قدر را یک شب در میان ذکر کردند، یعنی 18 رمضان را شب قدر نوشتند و 19 رمضان اشاره نشده. 20 رمضان را هم شب قدر نوشتند، بعد هم 21 رمضان را قرمز رنگ نوشتند، شهادت حضرت علی و ذکری از شب قدر نکردند و یک شب بعد یعنی 22 رمضان را هم شب قدر ذکر کردند. بابا جان، الله متعال فرموده لیلة القدر یعنی شب قدر، نفرموده لیالی القدر یعنی شبهای قدر. پس شما این سه شب را شب قدر میگویید، این منطق را از کجا آورده اید؟ آخر شما زمزم سازان نوشابه‌ای چون دستتان به آب زمزم نمیرسد کارخانجات نوشابه با اسم زمزم احداث کنید برایتان بهتر نیست؟ تازه
مگر شب زنده‌داری شب‌های رمضان به نیت شب قدر مستلزم دعا و نیایش و عبودیت الله متعال و خضوع و خشوع در پیشگاه الله متعال و اقامه نماز و خواندن قرآن نیست؟ پس شما چرا با دعاهای شرک‌آمیزتان موجبات آزار الله متعال و نیز موجبات آزار و اذیت ما را فراهم می‌کنید؟ در سحر که دعاگوی به زعمتان مؤمن دعایی را هر شب، آن هم دعای تکراری گوی که در ایران قحطی دعا آمده، دعایی شرکین و توهینی را هر شب در سحر میخواند، میگوید اللهم انی اسألک من شرفک باشرفه و کل شرفک شریف، اللهم انی اسألک بشرفک کله. والله خجالت میکشم، شرم دارم ترجمهش کنم، اما برای تبیان حقایق میگویم که اینها میگویند خدایا من از شرفت به شریفترین شرافت مسئلت دارم که شرفت شریف است، خدایا من از کل شرفت مسئلت دارم. شما خودتان قضاوت کنید. این اراجیف بافی ها هم شد دعا. آخر اگر در زندگی عادی شما از دوستی بخواهید پولی قرض بگیرید و به ایشان بگویید به شرفت مسئلت دارم که 100,000 تومان به من قرض بده، مطمئن باشید نه تنها به شما پولی قرض نمیدهد بلکه از دست شما هم خیلی عصبانی و ناراحت می شود. آخر گستاخانه لاابالی، چطور جرأت می کنید الله متعال را با این ادبیات متحسن خطاب کنید و انتظار دارید در رحمتی به رویتان گشوده شود؟ پارسال در چنین در تقریبا همچه روزهایی بحثی داشتیم تحت عنوان اختلاف روزهای آخر ماه مبارک رمضان و اول ماه شوال. علمایتان و گردآورندگان سررسید و آدمهای مثلا آکادمیک اخترشناسی و اصطلاحاً سیاره و ستاره بلد شما جمع می شوند و ماههای سال را تنظیم می کنند. لکن همیشه آخرین روز ماه مبارک رمضان و اول شوال حساب و کتابتان اشتباه از آب در می آید و هر سال در عناد و لجبازی با امت اسلامی روز عید را پس و پیش می کنید. اما همین که عید دکوریتان را گرفتید، روزهای دیگر شوال را با وجود اختلاف یکی دو روز ترشی می پرید و در دیگر روزهای شوال و ماههای دیگر روز و شب اختلافدار شما با تاریخ امت اسلامی یکسان می شود تا سال آینده که این فتنه دوباره استارت می خورد. روز پنجشنبه کل امت اسلامی عید سعید فطر را جشن گرفتند، تکبیر گفتند، نماز عید خواندند و تصاویر زیبایی از این اجتماع عظیم از بیت الله الحرام به دنیا عرضه شد. آیا این تصاویر زیبا که از قمر صناعی مخابره شد و کل خاورمیانه را تغطیه کرد از قمر خدایی کمترند که بخواهد از دید انظار پنهان بماند؟ وقتی امواج رادیویی ماهواره‌ای بتواند در محوطه‌ای به اندازه خاورمیانه ارسال و رؤیت شوند، آیا قمر الهی که هلال ماه است از دید انظار پنهان میماند؟ آیا این امت اسلامی که یک ماه کامل را روزه گرفتند، یک روز برایشان شاق و محنت‌آور است که بخواهند این روز را روزه نگیرند و بدون رؤیت هلال ماه عید اعلام کنند؟ حالا که در این روز که عید فطر است تاریخ امت اسلامی یک شوال است، پس شما 30 رمضان را دارید. من در 7 یا 8 شوال به تاریخ امت اسلامی به اوقات شرعی و تاریخ نگاری شما زنگ میزنم و تاریخ را سوال خواهم کرد و صدای اپراتور را ضبط خواهم کرد. در 7 شوال امت اسلامی چطور تاریخ شما 7 شوال می شود؟ مگر نه اینکه یک روز عقب بودید؟ آیا برای این رسوایی جوابی دارید؟ محضله دیگر اینکه چرا 3 روز تعطیل را فقط برای امارت اهواز تعیین کردید؟ آیا این منطقه خودمختار است یا اینکه مردمش مسلمانند و شما نامسلمان؟ البته برای این رسوایی گویی جوابی پیدا کردید، چرا که بعد اعلام کردند فقط شنبه تعطیل رسمی خواهد بود، مشروط بر این که آخرین پنجشنبه سال به جایش تعطیل نخواهد شد. آیا وقت آن نرسیده که این بی‌ثباتی ها را از ولات امرتان سوال کنید؟ آیا وقت آن نرسیده که الم یأنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله؟ این ایام عید و شادی را به فال نیک میگیریم و از الله متعال میخواهیم که قلب‌هایتان را جلا دهد و این شرکیات و کفریات و خزعبلات را دور بریزید ان شاء الله و من الله التوفیق. جزاکم الله خیر. تشکر برادر عزیز آقا عثمان گرامی.
تشکر از شما. سپاسگزارم. خدا نگهدار. حين ولدت أعطيتني قلبا صغيرا خاليا ملأته حبا لك حبا نقيا صافيا